سلام خوش اومدین به یه ویدیو دیگه تست بالم لب ایرپادی. همونجور که دارین میبینین کاملا شبیه ایرپاد درست شده. داخلش که باز کردم دیدم دو تا رنگ متفاوت داره، یکی پررنگه یکی کم رنگ و خودش هم یه سری داره انگار حالت براش که با همون بتونین بزنین روی لبتون. من اول قسمت پررنگش رو زدم برای اینکه ببینین. همینجور که میبینین هم پیگمنت خیلی خوب و عالی داره و هم بافت سبک و نرم داره، یعنی راحت روی لب. من بعضی بالم لبا واقعا لبام پوستشو خشک میکنه و اذیتم میکنه. واقعا این عالی بود. بعد طرف کمرنگ رو زدم تا ببینین. البته من روی همون زدم، ولی شما بخواین بزنین بعد اون کمرنگ رو پاک کنین که رنگشو بهتر متوجه بشین. اگه جایی هم خراب کردم ببخشید، آینه دم دستم نبود و همین دیگه. بعد باز دوباره گذاشتم سر جاشو، درش بستم. خلاصه که خیلی بانمک و باحال بود، من راضی بودم ازش. تا یه ویدیو دیگه هم فعلا خدافظ.